وقت همه عزیزان بخیر. امروز یک شنبه هست 6 اپریل و میخوام یک چشمانداز تکنیکالی از یورو برای هفته پیش رو بگم، یعنی 7 تا 11 اپریل. چیزی که روی چارت میبینیم اینه که روز جمعه قیمت خودش رو به یک حمایت قوی رسونده و از همونجا یه حرکت رو به بالایی رو شروع کرده. من یه سطوحی رو بالاتر از قیمت و پایینتر از قیمت برای حال حاضر مشخص کردم. سطوح قرمزی که با خطچین مشخص کردم برای من ریسکشون زیاده اگر بخوام روشون شورت بگیرم و اینکه به هر حال جای سطوحی هستن، جای دستاندازهایی هستن. خیلی بیشتر دوست می‌دارم که این سطوح رو اگر قیمت رد کرد و بهشون برگشت همراه قیمت بشم. اگر این اتفاق نیفتاد دیگه در واقع تحلیل من نبوده، ستاپ من نبوده. حتی اگر که قیمت برسه به این خطچین و بره پایین دیگه من ازش جا میمونم. خیلی برام شیرین خواهد بود اگر که قیمت بتونه خودش رو به این نقدینگی بالا برسونه و اینجا موقعیت های شورت رو بررسی بکنم. در حال حاضر برام خیلی بعیده که بتونیم این سقف رو بزنیم، اما اگر این سقف رو بزنه میتونم بگم که اینجا رو فیشینگ بکنه، یه استاپ های اینجا رو بگیره و برگرده. من اینجاها دنبال ستاپ های شورت هستم، حالا به بهای خوردن چند تا استاپ یا اینکه ممکنه که تحلیلم فیل بشه. فعلا همچین چیز رو میبینم روی چارت. احتمال این رو میدم که اوایل هفته یورو سعودی باشه و از اواسط هفته به بعد انتظار نزولی بودن یورو رو دارم اگر که تحلیلم درست پیش بره. یه حمایتی هم این پایین تر دارم که ارزش بررسی کردن رو برام داره. قدم به قدم با قیمت پیش بریم، ببینیم که چه کار میکنه، مدیریت سرمایه رو رعایت بکنیم و اینکه اگر تحلیلی روی یورو دارید حتما برام بفرستید تا با همدیگه یه تشریک مسائل داشته باشید. موفق و پرسود باشید. خدا نگهدار.